اومدی روی این ویدیو کلیک کردی اون چیزی که تصور کردی رو ببینی، درسته پس درست فکر کردی دیگه. اومدیم اسپنج باب سیمولیتور ببینیم. ببین بچه‌ها یه چند تا ویدیو متیو بیم ساخته بود که تو چنل های بقیه همکاران عزیز آپلود شده بود که این میاد مثلا خونه باب اسفنجی رو میسازه، ولی این ویدیو بعد از اون ویدیوست. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه ویدیو باب اسفنجی اینا رو میسازه میخواد الان داخل بیکینی باتم زندگی بکنه. اگر اون ویدیو رو ندیدین هیچ ایرادی نداره چون چیزی رو از دست ندادین. این ویدیو متفاوته، اینجوریه که قراره داخل بیکینی باتم چندین سال، فکر کنم 24 سال یا بیشتر زندگی بکنن. تو این ویدیو به مدت 24 ساعت تو بیکینی باتمیم و هر کدوممون تا آخر بمونه یک سفر مفتی به شرکت یونیورسال پیکچر کاسبه. خب ارزشش داره. این عالیه. برای افزایش هیجان چالش وسط چالش هم داریم. آره وارد خونه که بشین دیگه در نمیاین. بدرود. یعنی ما دیگه الان نمیتونیم بیایم بیرون؟ اینجا کلا اندازه یه دست منه. خوش بگذره. کارو سخت میکنه. من نمیدونستم بعد داخل اون خونه بمونن. این کارو سخت کرد. ما ردنی ما هنوز تو این چالش هستیم. خیلی خوب، در حالی که اونا تو خونه بختاپوسن، من خونه باب، اینم که جای خودشون، بقیه هم خونه پاتریک میمونن. بفرما بچا برین تو دم در. بعده نه نمیتونی گولم بزنی. تو دیگه چالش شروع بشه. خب به تو چه؟ خودم یه کارش میکنم. من که اول میرم یه چیزایی بخرم بعد میام تو خونه دیگه، میدونی؟ چی شده؟ ما غذا میخوایم. ما ساندویچ خرچنگی میخوایم. 10 ثانیه است رسیدیم. جان مادرت شروع نکن. دوست دارم پیتزا. دوست دارم ساندویچ. من برای این ویدیو کثافت خالص باشه. بزن بریم. تا خنده فعلا گاز. در حالی که هایدن و بیگ گیر افتادن، ما رفتیم یه سری خرت و پرت بخریم. حالم از این لباس به هم میخوره. تو الان عشق منی. دیگه بسته، بریم واسه خرید. سندی عشق باب اسفنجی بود راستی؟ من هیچ وقت نفهمیدم. دیگه بسته، بریم واسه خرید. شاید طول بکشه ولی باید بگردم. الان کجا باید برم؟ وان میاد. اون بد نیست. اگه این گاف کلتو نمیداختی نمیومدی داخل الان میتونستیم خرید کنیم. با اون مثل گاو انداخت رفت تو چرا رفتی دلغک؟ من تو این چالش یه برد گرم دارم، پس به پتوهای گرمم احتیاج دارم عزیزم. آره ما تو اسپایدرمن. خونه اختاپوسیم. این عالیه. ای کاش پتوی چیزی داشتیم. من واسه بیگ مت و هایدن خیلی ناراحتم. فکر میکنم باید یه چیزی بهشون بدیم تا برنده شن. نه خودمون باید برنده بشیم. حیف بیگ و هاید، ولی واسه برد باید زرنگ باشن دیگه. آها ما یه نقطه ضعف بزرگ داریم، اونم اینه که اول از همه اینجا گیر افتادیم، ولی دلیل نمیشه که نبریم. پس تمرکز کن. حالا چی شده؟ خب حالا اینا 24 ساعت میمونن. غذا رو از کجا میخورن؟ باب اسفنجی که بوق فلان شده بسته داشت. پس منم یکی نیاز دارم چون الان مثلا باب اسفنجی ام. بابا نیازی به خرید نیست. من کارشناس چرا بقا. باور نمیکنم؟ حق داری چون که نیستم. زمان چالش دوم. بچه‌ها اگه گوشتتون بود من همبرگر خرچنگی رو بهتون پیشنهاد میکنم. چقدر صداش بهش میخورد. خب من باختم. مثل اینکه میتونیم از آشپزخونه استفاده کنیم. واسه فهمیدم. صبر کن نالوتی. مدیو هیچ ایده‌ای واسه آشپزی نداره و بچه‌ها هم اونجا گیر کردن، پس شانسمون بیشتره. چجوری واسه غذا درست کنیم؟ ما اینجا گیر افتادیم نمیتونیم غذا درست کنیم، ولی فکر کنم بتونیم غذا سفارش بدیم. اوه راست میگه. وای چرا به ذهن خودم نرسیده بود. میتونن غذا سفارش بدن. وای فقط خدا میدونه ایدم میگیره یا نه. یه خوردنی خوب بیکینی باتمی. میتونیم پیتزا سفارش بدیم. پیتزا. میخوای چند تا برگر درست فکر کنی؟ میکنم این تنها گزینمونه. خیلی خوب یه چند تا نونم بگیر. بچه‌ها اینجا مایکروویو داره؟ آیه پیکنیک بگیر دیگه. مایکروفون میخوای کجا بزنی به برق؟ همینم خوبه. البته شایدم نباشه. واقعا بیگ متوهای چیکار میکنن تا آخر چالش گشنه میمونن؟ سفارش شایدم میدن. بمیرن. سلام علیکم. من پلنگتونم. میتونی برام پیتزا بیاری؟ خدا رو شکر پیتزا سفارش دادن و خواهرم هم داشت دنبال فرمول سری میگشت. تو فرمول همبرگر خرچنگی رو میدونی؟ یا پلانکتون میدونه یا کژبان. حالا گیریم من فرمول سری رو میدونم. پلانکتون از کدوم گوری فهمیده؟ لطفاً صدای سنجاب در نیار، بقیه اذیت میشن. دیگه فکر نکنم چیزی مونده باشه. ما همبرگر، نون، خیار و سس گوجه رو گرفتیم. و توپ پنیری. من عاشقش. چطوری قراره به ما کمک کنه؟ چه شبیه پفکه. خب چالش ما اینه که نباس از این تو بریم بیرون، ولی باید غذا که بخوریم. در باز میکنیم غذامون رو میگیریم. ما برنده میشیم. خیلی خوب بعد چی بردارم؟ اگر باب اسفنجی مایکروویو داشت چی میخوردش؟ همبرگر. حتما چوبچور. و بالاخره زمان برگشت به بیکینی باتم رسید. میشه آهنگ تیتراژ باب اسفنجی رو گوش بدیم؟ خیلی خوب برگشتم، با دست پرم برگشتم و یه چیزی هم برای اینا گرفتم. هدیه گرفتم. او چی آوردی؟ بیا یکیش نایزم. چرا این؟ سوسه اندازه کلشه بچه‌ها. تازه پتو هم گرفتم براتون. فورتنایت ها نمیتونستی باب اسفنجی بگیری؟ اولا باب اسفنجیش برای منه، دومم یه چیز دیگه گرفتم براتون به عنوان هدیه. این هم درازه، هم کلوف، هم 2000 تا قیمتشه. بفرما. چیزی که من ندارم. خب ما الان برگشتیم خونه و زمان برنده شدن تو چالشه. و بالاخره وقت شدش که چالش رو شروع کنیم. ایشالله که ما برنده بشیم. نذر کردم. وای برای اولین بار تو خونه باب اسفنجی ام. اینجا خیلی خفن و تاریکه. وای نمیتونم وایسم، ولی عوضش خدا رو شکر که تنهام تو همچین فضای تنگی.
همه خونه باب اسفنجی واسه منه، حتی زیر زمینش، و میتونم آتیش کنم. اصلا تنگ نیست، تنها جایی که تنگ خونه پاتریکه. اینجا خیلی سرده اما ما وسایل هوشمندانه زیادی خریدیم. ما اینجا با بسفنجیو داریم که میتونه برامون همبرگر خرچنگی درست کنه. باز 4 ساعت موندن. حالا وقت چالش درست کردن غذاست. این همبرگرمونه، این پنیرمونه، این خیارشور، نه این خیارشور اون نون بود، اینم گریلمونه. اینجا یه مایکروویو داریم و ابر چوب شور. هم برو تو. باز 5 دقیقه بمونه. باید بصبریم که همبرگرامون آماده بشه. در حالی که ما غذامون رو میپختیم پیک اونا هم رسید. پیتزا میخوام پیتزا میخوام پیتزا تو میخوام. آره لطفاً گشتمونه، شبم باس اینجا بمونی. کسی زیر سنگ نیست که. 2 نفر زیر سنگن. خب همینه دیگه، ریاکشن پیک الان داریم میبینیم. سلام پاتریک. یاد باشه در آقا اختاپوسه همیشه به رود بازه. اوه چه دودی. دستمو سوزوندی پدر سوخته. همبرگر خرچنگی سس آره داشت. این فرمول مخفی. قبل خوردن فکر کنم لایق یه موسیقی باشیم. قمار بچه‌ها. فهمت نباشه مشتی اینقدر تمرین میکنی یاد میگیری. چیرز. ناموسان عالیه. خب تو خونه باب اسفنجی هستم و بعد کاوش بکنم. گری کجاست؟ چه اینقدر طبقه دوم خوشگل‌تره. بریم بالا. خیلی سخت بود، تازه گیرم کردم. خب من تازه متوجه شدم که ما روم تور نذاشتیم. بله همینه، یه پتو داریم، جاپا داریم، نفس میکشیم. خونه این است از خونه پاتریک هم کوچیک‌تره. و اینجا طبقه دوم مثلا. باب اسفنجی زنتو نچیز گری تو. میگفتم اینجا خیلی عایقه و به خاطر همین گرم میمونه. خدا رو شکر خیلی سخت ساختیمش. از بین 3 تا خونه این تنها خونه ایه که نمیتونی بیستی. آره داغونه. خب چرا اینو گرفتی؟ لباش این هوا خالی قشنگ میافتم. ولی بعد برم پتومو بیارم. ای خدا چرا داره گریه میگیره؟ خیلی سخته. ای خدا چقدر بدبختی داریم اینجا. الان 15 دقیقه است که دارم تمرین میکنم. فکر کنم وقتش رسیده که به همسایه هامون هنرمون نشون بدم. فهمیدی؟ این چه صداییه؟ هایدن و کلارینتش؟ اختاپوس و کلارینتش. تمومش کن. درمنده من نمیتونم صداتون رو بشنوم همسایه های عزیزم. الان 12 شبه. اسم این یکی برو خونتون دیگه نبینمت برنگرده. دقت کردی شخصیت عوض شده، اختاپوس شده اون، این شده پاتریک. البته این سندی بود. من غلط بکنم دیگه به کسی هدیه بدم. 6 ساعت تو بیکینی باتم تو موندم. طبقه اول اصلا نمیتونم وایسم و برگردم طبقه بالا، ولی قبلش بعد بگیرم اینجای مقداری بخوابم. آره متکا و پتوی مرد عنکبوتی. میدونی من کلا مرد باخت نیستم و تو چالش‌های سختم نمیبازم که اینم یکی از چالش‌های سخته. پس عمرن ببازم تا آخرش میمونم و میخوابم و میمیرم. صبح روز بعد کمرم واقعا درد میکنه. پدرم در اومده. هایدن تمام شب داشت کلارینت میزد. حالم ازش به هم میخوره. راستیتشون موزیک شاهکار بود. امیدوارم دیشبا افتضاح خوابیده باشن. هیچکی بیشتر از این دوتا عشق نکرده تو بیکینی باتم. اینجا خیلی کوچیک و تنگه ولی من 100% برنده چالش میشم. اصلا کاری ندارم. ببینیم کسی تقلب کرده. همه تو خونه هاتونین؟ بله باب اسفنجی. به نظر میاد اومدی بیرون. خیال کردی تو هم. اینجا بدبختیه. خیلی گرمه. اگه خیلی گرمه شاید بتونی بری. تسلیم شو. اگه شما نمیخواید برید من مشکلی ندارم. تماشاچیای بیشتری واسه موزیکای زیبام دارم. واقعا کلارینت بده. چرا بهت هدیه دادم؟ هیتن بس کن. نمیتونم دلش میخواد توش فوت کنم. ذلیل بشی مت. چرا براش خریدی؟ از کدوم گوری خریدی؟ راستش دیگه نمیتونم تحمل کنم. داری میری؟ آره دارم میمیرم. خیلی مزخرف بود. خورشید رو نگاه کن. باید بریم بیرون، خیلی گرمه. باشه بیرون احساس خوبی داره. از سنگ بیرون اومدی؟ ما هنوز داخل سنگیم. این سایه خیلی خوبه. چطوری داری سایه میخوری؟ ما زیر سنگیم. در اصلا روی سنگی. و بعد 17 ساعت اولین تیم خارج شد. بیگو هیدن فقط من و شما هستیم که منم اصلا خارج نمیشم و تموم شد و رفت. موفق باشی، من اینجا رو دوست دارم. آره موفق باشی. اینجا هم داریم زندگی واقعی باب اسفنجی رو میبینیم و اون هیچ وقت نمیخواد بیکینی باتم رو ترک کنه. ما برای همیشه اینجا موندگار شدیم. من که نمیرم، اونم که نمیرم. پس بریم برای چالش بعدیمون. سلام. بچه این یکی از سابسکرایبرشان. یکی از سابسکرایبرای مته، فکر کنم بهش زنگ زده. از اونجایی که الان تو بیکینی باتم زندگی میکنید میخوام تو چالش نمایش طبیعی تری داشته باشید. جالب ایست دیگه. شما چنل کجبان رو ساب دارین؟ بله دارم.
پس $1000 بهتون تقدیم میشه. بابا من خودم $1000 میدادی به من. دروغ میگی. ممنونم. و دوباره میگم که یادتون نره جای حساب کردن چنل من، چنل کجوان رو حساب کنین که ویدیوهای منو با دوبله فارسی با کیفی هم میذاره چنلش تا لذت ببرین عزیزان. دقیقاً. خب دوست ما ملتفت شد و رفتیم برای چالش بعدیمون. چطوری بچه‌ها؟ آب اسفنجی دیگه این کارو نکن. من دیگه نمیخوام پلنگتون باشم. آره بچه‌ها بعد نمایشمون رو واقعی اجرا کنیم. سیکال میکولی چرا قلیون دستت این گرفتی؟ یه ساز احمد. خب منصرف شدم، چالش رو تمام کنید. دارید اذیت هم می‌کنید و اینکه گشنمه. تو اون صرف ندی منم نمیدم. من واقعا دلم میخواد یونیورس استودیو رو ببینم، از اینجا نمیام. من واقعا میخوام باب اسفنجو ببینم، راه نداره بیام بیرون. من اینجا دارم عقلم از دست میدم. خیلی کوچیکه و تنگه و 2 طبقه است، ولی خب اصلا این طبقاش منزجر چیز ول کناره و اینجا من به زور نشستم. چمناشم به درد نمیخوره، خیلی خستم و نمیدونم اونا اصلا قرار برنگیرن. ساعت‌ها گذشت و دست نکشیدن تا اینکه به کمکتون نیاز دارم که اونا رو بیرون کنید. خیلی خوب الان میایم بالا سرش. خب انگار بیکینی باتم زیر آبه. من برم شلنگی. اوه میخواد خیسشون کنن واقعا. برای بیرون اومدن آماده این؟ کار میکنی؟ منظورتون چیه؟ اینانه خیلی ساده. اینانه اون میاد بیرون با خوشحالی. اون کوتوله داره میمیره. جدی خیستون کرد؟ ما واقعا خیس شدیم. هودیم خیس آبه. نامردی اونا خیس شدن، من اینجا نشستم تو خشکی و راحتم. خیلی خوب پسر وقتشه. اومدی بیرون؟ چند میگیری چیزی نگی. چی شو؟ فقط می‌خواستی آب بریزی روشون بدبختشون کنی بعد بیای بیرون مردک. وقتشه. بارگم اومدی بیرون؟ جدی میگی؟ یعنی ما قرار بریم یونیورسال؟ ولی ارزششو داشت. خب اینم مشالشو برندای ما مثل همیشه. لایک و سابسکرایبتون نره یکی از این دو تا ویدیو رو ببینین یا توی دیسکریپشن برین اولین لینک کلیک بکنین برین یه ویدیو دیگه ببینین. اون ویدیو هم خیلی باحاله، برین ببینین.